آقا واقعا باد نمیده، دمت گرم. دیدین چقدر خوشحال بود؟ میگفت چقدر میگیری گوشیمو بعد از تعمیر فوتی کنی؟ گفتم فوتی چیه؟ میگفت داداش تو کارت اینه، از من میپرسی؟ گفتم من که میدونم فوتی چیه، میخوام بدونم تو از کجا میدونی فوتی چیه. گفت از بچهای پاساژ. گفتم فهمیدم، حالا دقیقاً بگو چی میخوای. گفت باتریمو که میخوام عوض بکنی، سلامت باتریش هم 100% بکنی، از همه مهمتر رفع ارورش انجام بدی، و از این مهمترم این که پلمپش کنی، هیچ هوایی از داخل گوشی نمیخوام بیرون بزنه. گفتم این واقعا عجیب کاریه ولی تخصصمون هم همینه. گفتم 58 دقیقه بشین، قهوه‌تو بزن، دستگاهتو ببر. میگفت شما که تخصصت اینه، اگه LCD هم تعویض بکنی میتونی رفع ارورشو برداری. گفتم LCD که سهله، دوربینش هم برات ارورشو برمی‌داره. گفت باتری‌ها چقدر گارانتی داره؟ گفتم 6 ماه. گفت بی قید و شرط. گفتم بی قید و شرط. گفتم تمومه، کارهای دستگاه انجام شد، همون چیزی که می‌خواستی، سلامت باتری 100%، فوتیش هم کردم برات. برو حالشو ببر، موفق باشی.